سلام و درود خدمت تمام وطندارای عزیز. امیدوار هستم که در هر گوشه از این جهان هستی هستین خوب و خوش و آرام باشین. امروز میخوایم در مورد کابل و ای که همه ما و شما یک پیوند عمیق با کابل داریم، از هر گوشه از این افغانستان یا خراسان که هستیم، کابل را مرکز توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخ، هنر، ادبیات و گذشته از این جریان های سیاسی و گروه های مختلفی که مبارزه کردن، هر کدام یک روایت خاص خودشان از کابل دارن. بسیاری هم در مورد کابل و کابلیا روایت هایی که خودشان ساختن و امو جریان هایی که در کابل درگیر جنگ بودن روایت های خودشان مطرح کردن، ولی هیچ وقت تا هنوز متاسفانه ما یک روایت مستحکم از خود مردمان اصیل و بومی کابل نداریم. به این اساس تصمیم گرفتم که خاطرات شفاهی مردم کابل به تصویر بکشم تا واقعا معلوم شود که در جنگ ها کیا بیشترین آسیب دیدن. ما به تمام نقاط کابل سر خواهد زدم و بزرگان و شخصیت هایی که از کابل بودن و امروز چی در غرب زندگی میکنن و چی کسایی که در افغانستان هستن و آنچه که در جنگ های تنظیمی یا جنگ های جریان های که به خاطر اقتدار قدرت مبارزه میکردن، روایت های از اونا را داشته باشیم. در قسمت اول میخوام در زادگاه خودم، جایی که متولد شدم، چاردی کابل متمرکز شم، چون یک بخش از تاریخ و گذشته کابل به چاردی کابل ربط داره و مردمان و سربلندان زیادی از چاردی کابل سر بلند کردن. یکی از اون شخصیت های برازنده تاریخ افغانستان صدیق فرهنگ است. متاسفانه یک مدت زیاد میشه که من میبینم از آدرس کابل و مردم کابل یک تعداد انسان هایی که اصلا نمیفهمم اینا چگونه من به خودشان اجازه میتن که در ارتباط با جایگاه کابل و مردم کابل صحبت بکنن. وقتی شما به تاریخ مراجعه میکنین، کابل یعنی صدیق فرهنگ، کابل یعنی دکتر عبدالرحمن محمودی، کابل یعنی بها، کابل یعنی غبار، کابل یعنی کارمل. کابل خیلی از شخصیت های برازنده سیاسی و فرهنگی و هنرمندان برجسته خودش کابل داشته. تمام شخصیت های سیاسی، نظامی، فرهنگی و هنرمندانی که کابل داشته، وقتی به اینا مراجعه میکنین که اینا همیشه در طرف راست تاریخ استاده شدن و یک خوی بلند اعتراضی و انقلابی داشتن، ولی به دلایل ازی که از مشروطه خواهی اول تا پایان مردم سالاری در سال 2021 و آمدن یک رژیم تاریک در وطن، کابلی ها همیشه در حاشیه بودن. جریان ها و احزاب سیاسی همیشه روایت های خودشان از جنگ از کابل داشتن، ولی آنچه که شنیده نشده است صدای مردم کابل است. من میخوایم این بار این صدا را از گوشه گوشه کابل به عنوان خاطرات شفاهی ثبت بکنم و به تاریخ بسپارم تا فردا اگر عدالت در او وطن شکل میگیره مشخص شود که بیشترین آسیبی که در کابل دیده کیها بوده. همه از ولایت های مختلف آمدن، از جاهای مختلف آمدن و کابل خانه مشترک همه بوده و هست. اما آنچه که در این میان مد نظر گرفته نشده حقوق کابل و کابلی ها بوده. یعنی در تمام ادارات و در تمام سکوهای دولتی وقت شما مراجعه میکنین میبینین که کابلی ها حضور نداره و چند آدم های در وقت های اخیر به خصوص میبینم که بسیار احساس ناراحتی میکنم که از اون کابل
که جایگاه بلند انقلابی و اعتراضی و صدای عدالتخواهی مردم بوده، یک تعداد چهره ها آمدن کابل بسیار بد معرفی کردن. من چند نمونه خدمت شما عرض میکنم که اینا هیچ وقت از کابل و مردم کابل نمایندگی نمیکنن و اینا در صف و راست تاریخ نیستن. اصلا یاد کردن از این آدما من فکر میکنم کار درستی هم نیست، ولی من به عنوان نمونه ناگزیر هستم که از اینها نام ببرم. شما تصور کنین یک آدم به نام آقای سلیم پیگیر آمد، یعنی یک روز خلقی بود، یک روز پرچمی بود، یک روز در حکومت مردم سالار بود، یک روز برادر، آمد تا آخر از رژیم طالبان حمایت کرد و تا سرانجام که در وضعیت بسیار بد قرار گرفت. در این روزهای آخر یک آدم دیگه پیدا شده که میگه ما 40 سال در سیاست فعال بودیم، تخلص خودش هم استانگزی مانده و عجیب چیزای در رسانه ها میگه، عجیب تحلیل های در مورد سیاست میکنه. آدم تعجب میکنه که این آدم چگونه 40 سال در سیاست افغانستان فعال بوده. کسی که 2 روز در سیاست فعال بوده باشه و 2 جلد کتاب خوب خوانده باشه، این گونه جبهه‌گیری علیه آرمان و تاریخ و خط مشر کابل و او تمدن صحبت نمیکنه. کابل جز از تمدن پارسی بوده و تاریخ بسیار درخشان داره که به ترتیب به او خواهیم پرداخت. من از تمام وطندارایی که در کابل هستند و در جنگ‌های کابل به عنوان شاهدان عینی بودن، امیدوار هستم بعد از دیدن از این ویدیو در پیامخانه فیسبوک من پیام بگذارن و بخوایم که اون روایت هایی که در کابل اتفاق افتاده اونا را به تصویر بکشیم تا در صفحه تاریخ نام و نشان و تاریخ ماندگار کابل و قربانیان کابل باید مشخص شود. امیدوار هستم که تمام دوستانی که در چاردی کابل هستند و بزرگان و شخصیت های که در کابل نقش برجسته داشتن و تمام جنگ ها پیش چشمشان اتفاق افتیده و ما بسیار از چیزهای خود در کابل از دست دادیم، خانه ها، جای، امکانات و مهاجرت. چند نسل است که کابلی ها مهاجر میشن و در حالی که کابل خانه مشترک همه بوده، همه در کابل آمدن به قدرت، به ثروت، با آگاهی، به شهرت، به چی نبوده که در کابل اینا نرسیدن. ولی آنچه که در حق کابل کردن، آیا حق کابل ادا کردن؟ پرسش های زیادی است که با او خواهیم پرداخت و در مورد کابل و تاریخ کابل و مردم کابل صحبت های زیادی خواهیم داشت. از تمام وطندارای چاردی کابل می خواهیم که پیام‌های مرا به بزرگان، نخبگان، نویسنده ها و دوستانی که در جنگ های کابل حضور داشتن به عنوان شاهدان عینی و ما بخواهیم که تاریخ شفاهی کابل را بسازیم تا در متن تاریخ باقی بمانیم.